علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در رابطه با شرط های زکات، از شرط های زکات این است که اولا شخص آزاد باشد. پس بر شخصی که غلام است بر او زکات نیست و هر آن مالی که در دست او غلام است و متعلق به همون سیدش است، پس برای همون سیدش زکات فرض است، نه به شخصی که غلام است. پس اولا این که باید که آزاد باشد. دوما از شرط های زکات این است که همون کسی که زکات میدهد مسلمان باشد. بنابر قول راجح بر کسی که کافر است بر او زکات فرض نیست و برای او زکات نیست. اگر زکات هم داد زکاتش قبول نمیشود، زیرا اینکه اون نفر اسلام ندارد، ایمان ندارد. و الله میفرماید که و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، کسی که اگر که به ایمان کافر شد این نفر از عملهاش برباد میشه. و دیگه از شرط های زکات این است که مالش به نصاب برسد، مالی که هست او به نصاب برسد و بعدا بروش زکات فرض می شود. و همچنین دیگه از شرط های زکات این است که مال متعلق به هیچ کسی نباشد، مال متعلق بر کسی نباشد، بلکه مال کلا متعلق بر خودش باشد، در وقت بروش زکات فرض می شود. و همچنین یک سال بر همین مالی که در دستش هست یک سال بگذرد. یعنی اگر کسی که در دستش مالی رسیدگی و به نصاب رسیدگی است، مسلمان هم هست، آزاد هم هست، ولیکن یک سال گذشتگی نیست، پس بر این نفر زکات واجب نیست. اگر که یک سال گذشته بعدا زکات براش فرض می شود، چون که حدیث است روایت مادرمون عایشه در سنن ترمذی و دیگر سنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود که لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول، یعنی زکات در هیچ مالی نیست تا اینکه یک سال بر او بگذرد. یعنی وقتی که یک سال گذشته و به نصاب رسیدگی باشد و یک سال سر همین مال گذشت بعدا زکات فرض می شود. بارک الله فیکم.